با قرار پارلمان تاجیکستان مرکز نوی طبی پایتخت نوت از پرداخت مالیات و باج گمرکی آزاد می شود. تغییرات مذکور با قانون درباره بودجه دولتی کشور امروز از جانب وکیلان مردمی وارد شد. در اظهارات خود معاون وزیر مالیه تاجیکستان جمشید کریمزاده گفت که برای ساختمان این مرکز طبی معادل 44 میلیون دلار از بودجه جدا شده است و مبلغی که از اندازه باج آزاد می شود 14.5 میلیون سامانی را تشکیل می دهد. آزاد شدن باز یک مؤسسه از پرداخت مالیات و باج گمرکی در حالی است که بودجه تاجیکستان وابسته شدید اندازه مالیات است. درباره این تصمیم پارلمان صحبتی داریم با همکارمان شهلای گلخواجه که در جریان آوازدهی در مجلس نمایندگان شرکت کرد. شهلا بگوید چطور مسئله از انداز آزاد کردن مؤسسه طبی پایتخت نوت بررسی شد و دلیل این تصمیم چی بوده است؟ ضمناً وکیلان ضمن وارد کردن تغییر علاوه‌ها به بودجه دولتی برای سال 2015 و از باج گمرکی و انداز از ارزش علاوه‌ای آزاد نمودن تجهیزات برای مجمع تندرستی وارد شونده هیچ بحثی نکردند. تنها سوال شکرجان ظهور رئیس مجلس نمایندگان از معاون شهرداری درباره کی به استفاده دادن این مجمع بود که قرار است تا 2 ماه دیگر به استفاده داده شود. اما در گذشته از باج و انداز آزاد نمودن بعضی از شرکت‌ها با قرار علیحده از سوی وکیلان بحث‌های زیادی را چی در پارلمان و چی در مطبوعات به بار آورده بود، از جمله در رسانه‌ها علامت دستی درازی پشتیبان‌های پشت پرده این شرکت‌ها در زینه‌های گوناگون دولتی تلقی می‌شد. یک نمونه انگشت‌نما همین ایرس شرکت مسئول پولچینی در شهرهای دوشنبه خوجند است که از پرداخت مالیات شانه خالی کرده است و همچنین شرکت آزیان اکسپرس ایرلاین را هم به خاطر وارد و مورد استفاده قرار دادن تاکسی و مسافرکشان‌های بین شهری از انداز و پرداخت‌های گمرکی آزاد کرده بودند. تشکر. از دوشنبه همکارم شهلای گلخواجه با ما صحبت میکرد.